و اولین قسمت از مسابقه ریل اور فیک خوش اومدین. توی این مسابقه میخوایم ببینیم من باهوش‌ترم یا هوش مصنوعی. شما انسان‌ها خیلی خنگین، پس فکر نکنید میتونید از پس من هوش مصنوعی بر بیایید. خیلی بی‌ادبیه. ببین تکلیف تو این مسابقه مشخص میشه. حالا بچه‌ها بیاین دو تا راند داریم، راندا رو به ترتیب بهتون بگم. این مسابقه دو تا راند داره. راند اول اینه که دو تا تصویر آدمو ما میبینیم، یکیش هوش مصنوعی ساخته، یکیش واقعیه. من و ایشون تشخیص میدیم کدوم تصویر واقعیه و هر کی که درست تشخیص بده یک امتیاز میگیره تا به راند دوم برسیم و آخرم هر کسی که بیشترین امتیاز داشته باشه برنده میشه. میفهمیم که یک انسان باهوش‌تره یا یک هوش مصنوعی. راند اول رو میخوایم الان شروع بکنیم. تصویری که از این دو نفر روی صفحه میبینید همین عکسش برای چت جی پی تی ارسال شده، دیدتش و میخوایم حالا حدس بزنیم کدوم واقعیه و کدوم فیکه. تو کل مسیر هم همین کارو کردیم، چون دیگه طول نکشه ویدیو این قسمتاشو کات زدیم و این قسمت‌های مسابقه رو براتون گذاشتیم. حالا بریم با هم شروع بکنیم. حالا میخوام تستت کنم ببینم عکسو دیدین یا نه. اون دو نفر چه شکلی ان؟ یه خانم مسن با عینک و یکی هم که عینک نداره. من میگم اون کسی که عینک نداره به نظر عکس واقعیه. به نظر من نه، اونی که عینکی عکس واقعی. حالا ببینیم نتیجهشو. دیگه نتونستی بگی من درست گفتم. بریم برای عکس بعدی. اون کسی که خواننده است عکسش واقعیه. نه قبول ندارم. اونی که پسر بچه است عکسش واقعیه. حالا نتیجه رو ببینیم. خب الان یه دونه من درست گفتم، یه دونه رو تو درست گفتی. الان تا الان مساویم. بریم واسه عکس بعدی. مرد عینکیه واقعیه. نه. اونی که الان گیریم داره صورتش واقعیه. حالا نتیجه رو ببینیم. خب الان شدیم دو تا من یکی تو اول ویدیو ادعات میشد باهوشی. حالا بریم واسه بعدی. خب من امتیازم جلوتره، پس من اول میگم اون عکسی که واسه آقای واقعیه. باشه من هم میگم نه دختر واقعی. حالا ببینیم کی درست میگه. خب تو درست گفتی، شدیم تا اینجا مساوی. بریم واسه بعدی. اون خانومی که عینک نداره به نظر من واقعیه. اون کسی که عینک نداره به نظر من واقعیه. حالا بریم نتیجهشو ببینیم. الان دوتا هم مساوی شدیم، توی این امتیازش حساب نمیشه. بریم واسه عکس بعد. ببین چشمای دختر جوونه یه حالتی داره، من فکر کنم اون خانم مسنه واقعی باشه. نه دختر جوونه واقعیه. بریم نتیجه رو ببینیم. پس به نظر من عکس مرد واقعیه. به نظر منم عکس مرد واقعیه. حالا نتیجه رو با هم ببینیم. خب دوباره مساوی شدیم. بچه شما هم با ما انجام بدین توی کامنت ها، ولی راستشو بگین چند تاشو تونستین شما درست حدس بزنید. لایک هم بکنید، یه ساب هم بکنید، ما انرژی بگیریم وسط این ویدیو دیگه. دختر بچه تابلو الکیه. مرد الکیه. نه حالا بریم نتیجه رو ببینیم اول. من درست گفتم، تو اشتباه گفتی. یه امتیاز دیگه من جلو افتادم. تو این عکس من میگم اونی که گل و اینا داره عکسش واقعیه. من هم میگم اون خانومی که داره مصاحبه میکنه واقعیه. حالا نتیجه رو پس ببینیم. بازم من درست گفتم. بریم بعدی. پسر بچه به نظرم واقعیه. نه عینکیه واقعیه. برو بابا. نتیجه رو بچه با هم ببینیم. اینم که من درست گفتم. راند دو من آره برای تو دارم. تو بیادبی امروز خیلی کردی اول ویدیو. من میگم آقای مسن عکسش واقعیه. منم میگم آقای مسن عکسش واقعیه. نتیجه رو با هم ببینیم. این یکی رو هم هر دو درست گفتیم. خب ببین من الان 9 تو 5. خب یه دونه دیگه اینو ادامه میدیم، میریم راند دوم. آماده ای؟ آره آمادم. حالا که امتیازمون مساویه و آماده ایم بریم مساویه. من 9 تو 5. من میگم پسر بچه واقعی، با اینکه گوشاش یه ذره غیر طبیعی و بزرگه ولی حس میکنم واقعیه. پس من میگم نه دختر واقعیه. حالا نتیجه رو پس میبینیم. راند اول من بردم. بریم واسه راند دو. بچه خیلی سخته، فکر نکنم دیگه بتونم ببرم. توی راند دو به همون عکس رندوم نشون داده میشه که یه سریش AI ساخته، یه سریش عکس واقعی. حالا ما دوتا حدس میزنیم که کدومشون واقعیه یا کدومشون AI. همونطورم که بهتون گفتم عکس‌ها دونه دونه واسه ایشون فرستاده میشه، بعد ما استاپ میزنیم ویدیو رو براش میفرستیم، ویدیو رو میگیریم. به خاطر همین که این روند طولانی نباشه حالا ما هی کات زدیم این قسمت رو گذاشتیم برای اینکه تستش هم بکنیم. الان تصویری که برات فرستادم چیه؟ چی دیدی توش؟ یه دونه ماشین قدیمی میبینم توی جای سبز. حالا بعد ببینیم این واقعی یا فیکه. به نظر تو چیه؟ واقعیه. من میگم AIه. نتیجه رو ببینیم. تو امتیاز گرفتی. بریم واسه بعدی. به نظرم این پوستره باید AI باشه. پس تو فکر می‌کنی این پوستر AIه و من میگم واقعیه. حالا ببینیم نتیجهش چی میشه. AI بود، من درست گفتم. تا اینجا شدیم مساوی. خب حالا بعدی رو ببینیم. من حس میکنم این هوش مصنوعی AIه. من هم میگم این هوش مصنوعیه. حالا نتیجه پس با هم ببینیم. نه عکس واقعی بود، جفتمون اشتباه کردیم. بریم بعدی. اینکه
100% AI اصلا دستش مشخصه، دستش عجیب غریبه. پس تو میگی 100% AI و من میگم نه این عکس واقعیه. حالا بریم ببینیم نتیجه چی میشه. واقعی بود عکسه. بریم بعدی. این منظره 100% واقعیه. پس من هم میگم این منظره واقعیه. نتیجهش حالا رو ببین AI بود. گفتمون اشتباه گفتید. بریم بعدی. به نظرم این خیلی واقعی میاد. AI باشه واقعا خوب گولم زده. پس من میگم نه این AI هست. حالا ببینیم نتیجهش رو. AI بود، تو درست گفتی. الان امتیازها چنده؟ ایران تا اینجا خراب کرده. یه دونه من درست گفتم 3 تا. حالا دیگه بعد دقت تمرکز. بریم واسه بعدی تمرکز کنم. آخه چشای سیار نگاه کن، این واقعیه دیگه. به نظر من همین سگ واقعیه. حالا بریم نتیجه رو با هم ببینیم. خب جفتمون اینجا مساوی گفتیم. به نظر من این کار هوش مصنوعیه. به نظر من این عکس واقعیه. حالا بریم نتیجهشو ببینیم. من درست گفتم، یه امتیاز دیگه گرفتم. گفتم بچا برمیگردم تو بازی. حالا بریم واسه بعدی. بذار دقت کنم. 100% AI. اصلا شکی ندارم توش. نه این واقعیه. حالا ببینیم پس اگه راست میگی. نتیجه رو ببینیم. خب دیگه فکر کنم جلو افتادم دیگه. اینم درست گفتم. حالا بعدی رو با دقت ببینیم چی درست. اینا به نظر من AI. نه این یکی واقعیه. حالا ببینیم پس نتیجهشو. بازم درست گفتم. دارم میترکونم. اول ویدیو خیلی لاتوزی در بود بیادبی کرد. حالا میخوام بهت نشون بدم ما انسان‌ها باهوش‌ترن. در نهایت قضیه انسان‌ها از هر هوش مصنوعی دیگه باهوش‌ترن. میگی نه؟ حالا بعدی رو نگاه کن. این گربهه به نظر من این 100 AI. 100 AI. این 100% AI. نتیجه رو پس ببینیم دیگه. چی شد؟ جا موندی سری پشت دست من داری بازی میکنی دیگه. زرنگی از این بعد اگه راست بگی تو اول بگو. من دیگه اول نمیگم. تو اول بگو این عکس چیه؟ این عکس AIه. همینو میگم. اصلا این واقعیه. پس اگه اینطوری شد بریم نتیجه رو ببینیم. AI بود. بریم بعدی. خیلی سخت شده دیگه. گفتم راند دوم بچه‌ها سخته. عکس‌ها واقعا تشخیص خیلی سخته. و من این فاصله هم دارم میبینم. واسش میفرستیم اون تو نگاه میکنه. بعد من بریم بعدی. من میگم این عکس واقعی هوش مصنوعی نیست. من میگم این عکس AI هست. حالا بریم نتیجه رو پس ببینیم دیگه. اینم درست گفتم. حالا عکس بعدی رو بریم ببینیم. وایسا دارم جلو میافتم. اول تو بگو این توتی آبیه چیه؟ AI یا واقعیه؟ خودت بگو به من. این توتی آبی AIه. نه خیرم این عکس واقعیه. بریم ببینیم. و باز هم من درست گفتم. این کار نیستی بابا. جلو افتادم قشنگ حالا خوب شده. خب بریم واسه عکس بعدی. الان تو بگو اگه راست میگی اول تو بگو این عکس چیه دیگه. پس من اول میگم این عکس AI. نه خیر قشنگ مشخصه عکاسی شده. این نگاه عکاس رو داره. من مطمئنم این عکاس گرفته. بریم نتیجهشو ببینیم. و من باز درست گفتم. الان امتیاز چندیم؟ امتیازا رو بدونیم یه دقیقه. خیلی عقب افتادی. این راندم بردم. خب الان شدیم 6 تا 9 من. یه دونه دیگه رو میریم ببینیم دیگه آخریش چند امتیازی میشه. بریم عکسو ببینیم. این من میگم الان این خانم آقا عکسشون واقعیه. پس من میگم AIه. حالا بریم نتیجه رو ببینیم. با اختلاف این راندم من بردم و راند دومم تموم شد. توی اولین مسابقه ریل و فیک مشخص شد که انسان برتر به هوش مصنوعی. اول ویدیو به ما گفتی انسان‌ها احمق. بهت ثابت شد تو احمق تری. اینجا رو خواستم بگم جای شما بهش گفته باشم. بچه‌ها هر گیمی دیگه توی نظرتون رو توی کامنت بنویسین که اون گیم رو توی پارت‌های بعدی با ایشون بازی کنیم که حالا روزش بخوره زمین دیگه. این خیلی شاخ شده جدیدن. خیلی خوشحالم تا اینجای ویدیو بودی. حتما لایک کن، کانال رو ساب کن. هر نظری هم داری توی کامنت ها بهم بگو. تا ویدیو بعدی خداحافظ.